اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر. یک توده مردم داخل جنت میشوند که دلهاشون مثل دل پرنده است. گفتن حضرت چی مثل دل پرنده؟ گفت همین خانه پرنده چی داره؟ همین خانه پرنده در یکم بار همین خانه همین پرنده را ببینید بعد یک کم ترک مشتی خاص دیگر هیچی نیست. یعنی یتوکلون علی الله، پرنده ها توکلی با خدا دارند. سحر میپرند میروند، میدونند که جای ریسک دارند، میخرند، گشته با میآیند. هیچ چیز نیست، دائم توکلی با خدا دارند. یکم باید برادران عزیز همین عادتی که کودک دارد در ریسک نترس. الله راضی که ما هست. اما چه زن بده رابعه زن های رابعه عربی میگه اگر همین آسمان های باریدن من کنم زمین همش آهن شود تمام همین مردم فرزنده های من باشن من پروای شکم یا ندارم. خدا گفته است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. منم رزاق همه شما، منم صاحب قدرت. خودش گفته من پروا ندارم. انمی اعتقاد، انمی عقیده برادر از باید در هر کلام ما باشد. عقیده در ما خواندیم که ریسک یک کسی خوردن نمیتونم. یکم این است. دویم فعلی که کودک داره چی است؟ بیمار میشود هیچ وقت شکایت نمیکنه. بعد خداوند چی میگه؟ میگه من کودک به حد در بردار ایده، به حد در بردار کودک. بینید درد برداشت که شکایت نمیکنه. خداوند چقدر شکایت میکنه. دویم میگه عادت شمیه. سوم عادت شمیه که اندک ترس اگر در اون پیدا شد در حال میگه چشماش آب جاری میشود. چهارم میگه اگر با کسی جنگ کنه در دل کینه نمیگیره، در آغاشتی میکنه. همین کودکار جنگ شدیدگی او ایسو میگردن هر دی اونا خوب میشه، در دلاشون میگه کینه ندارن. پنجم میگه هیچگاه نمیخواه که تنها بخوره، میخواه که یک سه کس باشن بعد بخوره. این عادت زیبای ورابی میگه اگر همین عادت کلان ها داشته باشن ولی خدا هم. من همینجا دو چیز برای شما گویم. یکی طاقه نخوردن همون را بینید. دویم که اگر یک مبادا یکان مناقشه و نفهمی کشید در دل کینه نمیگیرن تا وقتی من هستم من کارم در حق تو میکنم گفتن. در حال از همون گپ کاری که بود مثال میگذارم. یک سخنی بسیار با حکمت حضرت لقمان است. بچه شگو که بچم بهترین خوراک میخوری، خوراک بهترین شبا کن، در بهترین جایگاه خواب کن و در بهترین خانه خواب کن. بچه حضرت لقمان که امکانیت نداشت بیچاره گفت پدر عجیب من بچه کم بغلم، من از کجا خوراک زیبا خورده میتونم، در جای زیبا خواب میکنم یا خانه زیبا در مقصد برای خود خانه زیبا میکنم. حضرت لقمان گفت که خوبترین خوراک همین است. بچه‌م اگر وقتی تو بگذاری همین معدت گرسنه شود، گرسنه در حالت گرسنگی اندک بخور از این طعام با لذت برای تو دیگر وجود نداره. ولی سیر که هستیم شکما سیرای پیشمون هزار نمود خوراک که بیاره مزه نداره، هیچ لذت برای شکما سیرای. ولی خوب گرسنه شد که همین مثال دیدم برابر خوراک ده فرق نداره، اون نمک داره نداره، مزه داره نداره، به درجه با مزه هیچ گفته نداره. بچهش قبول کرد، گفت بهترین جای خواب گفت این است وقتی بچه‌م مهنت حرکت مانده شد که همین خواب در چشمات پیدا شود. اگر در روی پل که خواب کنی بهترین گفت جای خواب برای تو. همین آدمی را که خوابش بیاد باید همینجا در اون خواب این که نگاه کنیم همین اگر خواب برد حالتش بیاد دیگر فرق نداره شیشتگی راستی همین خیلی لذت میبرد. هزار اگر نموز پرنیو که باشه
ҳамин хоки набошад хоб намебарад. гуфт дуруст. агу беҳтарини ӯ хона чӣ? гуфт дили бародарои мусалмонро ба даст биёр. беҳтарини хона дили бародарои